ما رو بازوان پرتوان شما مردم فکر میکنیم، حق هم اگر میخواییم برای شما میخواییم. این حق خواستن به معنای دشمنی با حزب اسلامی و جمعیت نیست. ما معتقد هستیم در اینجا مسئله افغانستان وقتی حل میشه که مردم و احزاب همدیگر را تحمل بکنند، در صدد حذف یکدیگر نباشند، چه از نگاه اقوام، چه از نگاه احزاب، چه از نگاه مذاهب. روش حزب وحدت است که میگه در اینجا راه حل برای افغانستان تفاهم است، نه حذف یکدیگر. لذا هر کسی که می آید در اینجا برای حذف یک ملت، برای حذف یک تنظیم فعالیت میکنه، سخت اشتباه بود.